پنجشنبه ها یه روز خاصه. آخه بابای برایان بعد از 1 هفته برمیگرده خونه. برای همین برایان از ظهر منتظره. هر پنجشنبه عصر برایان دستشو میذاره رو فنسای کنار پارک و صبر میکنه. دوستاش همش صداش میکنن و میگن بیا برایان، بیا با هم فوتبال بازی کنیم. اما برایان میگه نه، بازم صبر میکنه. برای اینکه آخر هفته ها یه اتفاق خاص میفته. بابا میاد خونه. برایان همیشه سرش از بالای فنس میکشه بالا و روی نوک پاهاش میسته تا ببینه ماشین بابا کی میپیچه تو جاده. همون لحظه که ماشین بابا میپیچه توی جاده، برایان میدوه سمت ماشین تا بتونه بقیه راه تا خونه رو سوار ماشین بابا بشه. بابا تا برایان رو میبینه براش بوق میزنه، بوق بوق. برایان میگه سلام بابا. بابا هم میگه سلام پسرم، بپر بالا تا با هم بریم. وقتی بابا خونه است، برایان و بابا با هم کلی خوش میگذرونن. اولش مامان غذای مورد علاقه شونو درست میکنه، برنج و خورشت سیب زمینی. و صبح روز بعدش با هم میرن توی پارک و با همسایه ها میدوئن. بعد بابا به برایان یاد میده که چجوری کارت بازی کنه. بعد از ظهرها هم برایان دوست داره بابا رو نگاه کنه. آخه بابا ضبط قدیمی آهنگ میذاره و کفشاشو واکس میزنه. جمعه عصرها همیشه خیلی غمگینه. آخه بابا باید برگرده سر کارش. برایان مجبوره با بابا خدافزی کنه، اما اون میدونه که بابا آخر هفته دوباره برمیگرده پیشش. امیدوارم دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.